سلام، امیدوارم که خوب باشی. تو این ویدیو میخوام درباره یه موضوعی حرف بزنم که هم درد داره هم تلخه، ولی در عوض واقعیه. خیلی واقعی تر از اون چیزی که فکرشو میکنی. تا حالا به این فکر کردی که چرا بیشتر آدما توی دنیا هیچ وقت موفق نمیشن؟ نه اینکه تلاش نکنن، نه اینکه نخوان، بلکه با اینکه میخوان، با اینکه زور میزنن، تهش به هیچی نمیرسن. چرا؟ بیا با هم یه موشکافی بکنیم. موفقیت از دید تو اصلا یعنی چی؟ پول؟ شهرت؟ آرامش؟ آزادی زمان؟ بدن فیت؟ خانواده خوب؟ شایدم همش، شایدم هیچ کدومش. اما چیزی که خیلی ها نمیفهمن اینه که موفقیت یه تعریف شخصیه، ولی قانوناش کلیه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که تو بخوای یه پیانیست موفق بشی و یکی دیگه بخواد یه کارآفرین میلیاردر بشه، ولی هر دوتون باید یه سری چیزای مشترک رو رعایت کنین. بیشتر آدما همینجا شکست میخورن، چون حتی نمیدونن که چی میخوان، هدف ندارن، فقط یه حسی دارن که من میخوام موفق باشم، ولی خودشونم نمیدونن که یعنی چی. یه سوال خیلی مهم: ما توی دنیای زندگی میکنیم که خیلی راحت میتونی توهم موفقیت بگیری. اینو قبول داری؟ مثلا بری اینستاگرام ببینی که فلانی یه ماشین شاسی بلند خفن گرفته، حس کنی که عقب موندی. بعد بری یه کلاس آنلاین اونجا شرکت بکنی، هر کلاسی 2 روز انجامش میدی، بعد ولش میکنی. بعد دوباره بری یه پادکست گوش بدی، یه کتاب بخری، یه اپلیکیشن خوب نصب بکنی، ولی تهش هیچی تغییر نکنه. اینو بهش میگن توهم پیشرفت. تو فکر میکنی که داری رشد میکنی چون در معرض محتواهای خوب و الهام بخش هستی، ولی در واقع فقط داری مصرف میکنی، نه تولید. فقط داری مصرف کننده انگیزشی میشی، نه عمل کننده. این بزرگترین دلیلیه که آدمای معمولی هیچ وقت موفق نمیشن. موفق شدن سخته، خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که بقیه نشون میدن. چرا؟ چون باید از یه سری چیزا بگذری، از راحتی، از لذت‌های لحظه‌ای، از سریال مورد علاقت، از خواب بیشتر. اما بیشتر آدما دنبال راهی‌ان که بدون درد کشیدن به نتیجه برسن، دنبال قرص جادویی هن. تا حالا چند بار توی یوتیوب سرچ کردی چطور یه شبه پولدار بشم؟ راه پول درآوردن بدون سرمایه، چطور بدون تلاش لاغر بشم؟ این ذهنیتیه که اکثر آدما دارن، چون مغز ما ذاتاً تنبله، راحت طلبه و دنبال اینه که با کمترین انرژی بیشترین نتیجه رو بگیره. ولی موفقیت قانون داره، باید براش تاوان بدی، باید از چیزایی که بقیه حاضر نیستن بگذرن تو بگذری. همینجاست که آدمای معمولی کم میارن. بیشتر مردم با یه اتفاق بزرگ نابود نمیشن، با یه اتفاق کوچیک که بارها تکرار میشه شکست میخورن. فکر میکنی مثل چی؟ بذار من بهت بگم. هر شب فقط 30 دقیقه دیر خوابیدن، هر روز فقط یکم حواس پرتی با گوشی، هر بار فقط یه وعده فست فود، هر هفته فقط یه جلسه از کلاس رو نرفتن. اینا چیزاییه که تو لحظه بی اهمیت به نظر میرسن، ولی همینا در طول زمان تبدیل میشن به دلیل شکست. یه مثال ساده میخوام بهت بگم. فرض کن روزی فقط 10 دقیقه وقت تو تلف کنی. در ظاهر هیچی نیست، ولی در طول یه سال میشه بیش از 60 ساعت، یعنی 2 روز و نیم از عمرت کامل رفت. اما به چی رفت؟ به هیچی رفت. موفقیت دقیقاً همینه. یه سری تصمیم کوچیک درست، یه سری عادت کوچیک سالم رو به وجود میاره که در طول زمان یه کوه میسازن. یکی دیگه از دلایل اصلی که چرا بیشتر آدما موفق نمیشن اینه که همیشه دنبال مقصر بیرونی هن. مسئول پذیر نیستن. به اصطلاح من اگر توی کشور دیگه بودم موفق میشدم، خانوادم حمایتم نکردن، استعداد ندارم، فلان آدم پارتی داشت. آره، شاید همه اینا واقعا حقیقت داشته باشه، ولی اگه بشینی و فقط غر بزنی و کاری نکنی هیچ اتفاقی نمیافته. دنیا با آدمای جایزه میده که با همون شرایط سخت یه جوری راهی پیدا کردن. واقعیت اینه هیچ کس قرار نیست نجاتت بده، فقط خودتی و خودت. وقتی اینو قبول کنی تازه نقطه شروع موفقیتته، چون دیگه قربانی کسی نیست.
کنترل زندگی تو میگیری دستت. بیشتر آدما موفق نمیشن چون کم میارن، خیلی راحت هم کم میارن. 2 روز رژیم میگیرن، روز سوم ولش میکنن. 1 هفته کتاب میخونن، بعد میرن سراغ نتفلیکس. 2 ماه ورزش میکنن، بعد 1 ماه کامل نمیرن باشگاه. آدم موفق با آدم معمولی یه فرق اصلی داره. آدم موفق وقتی حوصله نداره و همینطور وقتی خسته است و بی‌انگیزه است، باز ادامه میده. چون یاد گرفته که باید کار رو انجام بده، حتی اگه حسش رو نداشته باشه. پایداری چیزی نیستش که بهش علاقه داشته باشی، باید بهش متعهد باشی. میدونی چند نفر هستن که استعداد دارن، پتانسیل دارن، ولی چون میترسن بقیه مسخرهشون کنن هیچ کاری نمیکنن. اگه شروع کنم بقیه چی میگن؟ اگه شکست بخورم چی میشه؟ اگه ویدیو بذارم کسی نبینه چی میشه؟ واقعیت اینه که آدما قضاوتت میکنن همیشه، چه کاری انجام بدی چه انجام ندی. پس حداقل کاری که دلت میخواد بکن. هیچ موفق بزرگی توی تاریخ نیست که شکست نخورده باشه، اما فرقش اینه که اونا از شکست خوردن نمیترسن، یاد میگیرن، بلند میشن و همینطور ادامه میدن. نظم و برنامه ریزی یعنی احترام به وقتت، یعنی دونستن این که زمانت ارزش داره. ولی بیشتر آدما روزشونو بدون هیچ برنامه‌ای میگذرونن. صبح با موبایل بیدار میشن، این استا رو چک میکنن، تا ظهر هیچ کاری نمیکنن، بعد شب با عذاب وجدان میخوابن. خب مرد حسابی، عذاب وجدانت به چه دردی میخوره؟ آدم موفق اینجوری نیستش. براش ساعت، دقیقه و حتی ثانیه ها مهمه، چون میدونه که زمان تنها چیزیه که برگشت نداره. پس اگر دنبال موفقیتی، باید از همین امروز شروع کنی به ساختن یه روتین، یه ساختار. وقتی خودتو با بقیه مقایسه میکنی همیشه بازنده‌ای، چون فقط ویترین زندگی دیگران رو میبینی، نه پشت صحنه‌شونو. فلانی توی 24 سالگی میلیاردر شد، تو هنوز دنبال کار میگردی؟ فلانی یه بدن خفن داره، تو هنوز رژیمو شروع نکردی؟ این فکرها قاتل انگیزن. راهش اینه که خودتو فقط با نسخه دیروزت مقایسه کنی، ببین الان یه ذره بهتر شدی یا نه. این تنها مقایسه سالم دنیاست. بذار یه بار دیگه جمع‌بندی بکنیم. بیشتر آدما هیچ وقت موفق نمیشن چون 1. اصلا نمیدونن که موفقیت از دید خودشون یعنی چی. 2. فقط دنبال انگیزن نه اقدام. 3. از سختی‌ها فرار میکنن. 4. عادتهای کوچیک اشتباه دارن. 5. مسئولیت زندگیشونو نمیپذیرن. 6. پایداری ندارن. 7. از قضاوت و شکست میترسن. 8. بی‌نظمی و بی‌برنامه‌ان. 9. خودشونو با بقیه مقایسه میکنن و از همه اینا مهمتر، چون باور ندارن که میتونن موفق بشن. اگه تا اینجا با من بودی، یعنی یه چیزی ته دلت هست که میگه تو با بقیه فرق داری. یه چیزی ته وجودته که فریاد میزنه من نمیخوام مثل بقیه باشم، من میخوام خاص‌تر باشم. من بهت میگم تو موفق میشی، تو میتونی، اما باید بجنگی. باید هر روز، هر لحظه انتخاب کنی که یه قدم نزدیکتر بشی به کسی که میخوای باشی. پس ازت میخوام همین الان بعد از این ویدیو یه کار کوچیک برای موفق شدنت انجام بده. حتی اگه فقط نوشتن یه هدف روی کاغذ باشه، همین الان انجامش بده. چون موفقیت با یه قدم کوچیک شروع میشه، نه با معجزه. این سوال از خودت حتما بپرس. من میخوام موفق بشم یا یه تیکه گوشت وسط یه اتاق، یه زندگی، یه خونه باشم؟ انتخاب کن، طلا یا علف، کدومش میخوای باشی؟